دو نمود است که انسان با دو نمود یا با دو نوع به محکمه طاغوتی مراجعت میکرد. خود انسان مراجعت میکند یا کسی دیگری را از نام خودش وکیل قرار میدهد. هر دوی این نمود مراجعت این شرک اکبر است. در اساس سوره نساء 60 الله میگه الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. یعنی ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، آیا دیدی کسانی را که میگویند دعوا میکنند که ما مسلمانیم اما اینها دروغ گویند، اینها مسلمان نیستند؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها میخواهند مراجعت به محکمه طاغوتی بکنند. پس یک انسان خودش رود مراجعت به محکمه طاغوتی بکند، مشرک است. شرکش در شرک اطاعت است و در قسم توحید الوهیت است. زیرا که الله میگه و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما اطاعت کردید همانا که شما چی هستید؟ مشرک است.